بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز و گرامی قدر، امروز ما قرار داریم در حیات یکی از صحابگان جلیل، یکی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت ابن مالک خزرجی با تخلص و یا با لقب ابو دردا. و حالا دوستان گرامی ببینیم که این صحابه جلیل چگونه به اسلام مشرف گشتند و کی سبب گشت برای اسلام مشرف گشتنشان و مسلمان شدنشان و چه خدمت‌های برای این دین تقدیم کردند. و حالا دوستان تا این وقت اگر صحابگانی را که ما می‌خوانیم در برابر این که ایمان آوردند، عمل دیومی که در آنها دیده میشد این بود که با عقیده خود، با علم خود، با آن چیزی که از پیامبر خدا می آموختند او را در حال می رسانیدند و یک خدمت برای این دین بزرگوار می کردند. و متاسفانه امروز اکثر مسلمان ها که بعد از این که اسلام به آنها به آسانی به دست آمد، اما خدمت کم دیده می شود که برای دین خدا کرده باشند یا کتابی نوشته باشند یا برای امت، برای پیشرفتش یگان عملی را انجام داده باشند. صحابگان بزرگ را ببینیم که بعد از ایمان آوردنشان حتما یک عملی نیکی را برای جامعه تقدیم کردند و این برای ما باید دستورالعمل باشد. اگر می‌خواهیم سعادتمند در این دنیا و در آخرت زیسته باشیم، باید یاران پیامبر را دانسته باشیم، از حیات آنها خوانده باشیم، از حیات آنها بخوانیم و به جامعه یک کار نکوی را تقدیم کنیم. حضرت ابو دردا یکی از دوستهای نزدیک داشتند که نامشان عبدالله ابن رواحه بود. عبدالله ابن رواحه قبل از ابو دردا به اسلام مشرف گشتند، ایمان آوردند و دوستی که با ابو دردا داشتند بعد از این که ایمان آوردند، اگر چندی که ابو دردا ایمان نآورده بود دوستی را قطع نکردند. اونها در خردی با یکدیگر دوستی داشتند، دوستی اونها طولانی بود و از این درس هم می شود گرفت که هر نفری که اگر خداوند او را هدایت میکند و اگر دوستای دیگری دارد که در راه گمراهی هستند یا اینکه از نماز دورند، از روزه دورند، باید رابطه خود را قطع نکنند بلکه کوشش کنند که اون دوست خود را به سوی اسلام دعوت کنند. و عبدالله ابن رواحه چنین عملی را به ابو دردا انجام داد و هر ساعتی که ابو دردا در شرک زندگی میکرد برای عبدالله ابن رواحه خیلی مشکل بود، سخت بود که دوست او در حالت شرک قرار دارد. حضرت عبدالله ابن رواحه کوشش میکرد که ابو دردا ایمان بیاورد و یکی از روزها صبح ابو دردا از خواب برمیخیزد و یک بوتی که در خانه خود داشت او را پرستش میکرد و او را خیلی احترام میکرد. اون بوت را خوشبویی میکند و یک متاعی که به ابو دردا از یمن هدیه کرده بود او را بالای این بوت خود میگذارد و از خانه بیرون میشود. دوستان گرامی، بوت که همه ما شما میدانیم یک سنگ بیش نیست یا که یک چوب بیش نیست. حضرت سعدی بزرگوار میگوید بوتی که برارد محمات کس، نتواند کس خود براند مگس. اگر بوت محمات مشکلی کسی را برآورده، اگر می توانست ببینیم که یک مگسی را از خود دور کرده نمی تواند، پس معلوم است که بوت هیچ منفعت به جامعه نمی تواند برساند. و وقتی که ابو دردا به دکان خود رفت، به تجارت خود مشغول شد، حضرت عبدالله ابن رواحه خانه او آمد. وقتی که خانه او آمد، همسر ابو دردا ام دردا نشسته بود و به اون سلام داد و مادر همسر ابو دردا سلام او را جواب داد و گفت ابو دردا کجاست؟ گفت که ابو دردا سر دکان رفته است، کمی بعد باز میگردد. حضرت عبدالله دید که در خانه‌ای که در اونجا ابو دردا زندگی میکند باز است و از همسرش اجازه پرسید و داخل خانه خوابی که ابو دردا بود اونجا داخل شد و در اونجا دید که بوت او گذاشته شده است و یک تبری که در دست داشت بوت او را پاره کرد و از اونجا بیرون شد. وقتی که همسر ابو دردا داخل خانه شد که بوت ابو دردا پاره کرده شده است، بسیار هم غمگین شد، بسیار هم گریست و می ترسید که کدام بلای آنها نآید و
و وقتی که شوهرش بازگشت ابودردا به اون خبر کرد که دوستی تو عبدالله ابن رواحه آمد، در نبودن تو این بت تو را شکست و پاره کرد. و در اول ابودردا خیلی غضبناک شد، اما بعد از کمی غضب او فرود آمد و به خود فکر کرد که اگر این بت میتونست کدام فایده برای ما رسانیده، حتما که از خودش دفاع میکرد. اما این بود که چیزی از دستش نآمد و همین سبب گشت که دل ابودردا کشاده شد و نزد دوست خود عبدالله ابن رواحه آمد و یک جای رفتن و به پیامبر رحمت ایمان آورد. و دوستان گرامی ببینید که وقتی که بت را که پاره کرد حضرت عبدالله، در نظر انسانیت بسیار هم سخت میتابد و حتی امکان داشت که در جواب ابودردا کار هم ضرر هم به عبدالله ابن رواحه رسانیده باشد. اما اینا که دو دوست بودن، یکدیگر را خوب میشناختند و میدونست که تا چه اندازه غضب او بالا می شود و نیت حضرت عبدالله هم نیت خالص به خاطر خداوند بود که این دوستش از راه گمراهی نجات بیابد تا که روز قیامت در جهنم نیفتد. و این نیت او اخلاصی و سبب گشت که خداوند حضرت ابودردا را به اسلام مشرف کرد، قلب او را کشاد و او رفت نزد پیامبر رحمت و ایمان آورد. حضرت ابودردا وقتی ایمان آورد کمی تأخیر کرده بود نسبت اهل قریه خود، اهل محله که اونجا زندگی میکرد. آخران نفری بود که ایمان آورد. بسیار هم ندامت زده شد، پشیمان شد که چرا بر وقتر به پیامبر رحمت ایمان نیاورد تا اینکه از دین خداوند چیزهای آموخته باشد. و از سبب اینکه دیرتر به ایمان مشرف شد بسیار هم کوشش میکرد که حفظ قرآن کند، از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بیاموزد و در برابر این تجارت هم داشت. در رفت درسخانه خود تجارت را ترک کرد و گفت به این فکر که عبادت بالاتر از تجارت است، زیرا دیده میشد که تجارت گاه وقت انسان را از خود میگیرد. حضرت ابودردا با فکر خود، با نظر خود این تجارت را ترک کرد و به سوی عبادت و درسخانه شروع کرد. دوستان گرامی قدر، حضرت ابودردا بعد از که ایمان آورد شب و روز کوشش میکرد که از دین خداوند آموخته باشد چیزی و خداوند برای او برکت عطا کرد و از علم اسلامی برخوردار شد. و اینجا چند درس دیگری هست که می شود ما بیاموزیم. نباید که مسلمان فکر کند که هر زمانی که هست، هر سالی که هست دیر شده نباید فکر کنیم، بلکه مسلمان هر ساعتی که نزد درگاه الهی آمد خداوند او را قبول می کند و اگر کوشش کرد خداوند کوشش کنندگان را ضایع نمی گرداند. چند وقتی گذشت، در زمان حضرت امیرالمؤمنین حضرت عمر حضرت ابودردا را نزد خود خواند و گفت که باید در بلاد شام، در شهر شام برایش یک وظیفه را پیشنهاد کرد، والی یک شهر شدن را. اما حضرت ابودردا این را رد کرد و گفت من این کار را کرده نمیتوانم، الا که وظیفه دیگری را از حضرت عمر درخواست که اگر میخواهی که من را روان کرده باشی، من به این میروم که برای مردم شام قرآن و سنت آموخته باشم، علم برای آنها آموخته باشم و در مسجد برای آنها امام باشم. اگر چنین امری را برای من میگویی، من حتما این امر را انجام میدهم. و حضرت عمر این پیشنهاد حضرت ابودردا را قبول میکنند و او را میفرستد به سوی دمشق، پایتخت سوریه امروزه که شهر شام است، اونجا داخل در شهر شام است و اونجا می رود شروع می کند. از اول که داخل می شود در این شهر می بیند که مردم خیلی در تجارت و در امر دنیا مشغولند و حضرت ابودردا شروع می کند به نصیحت کنی این مردم. و قول اولی که حضرت ابودردا به آنها می گوید چنین است که می فرماید یا اهل دمشق انتم الاخوان فی الدین، میگوید اهل دمشق شما برادران ما هستین در دین، شما ما را دستگیری کردید در روزهای سخت. من به شما چیزی را میگویم، میفرماید که مالی ارى علماءکم یذهبون و جهالکم لا یتعلمون. چی شده است که میبینم که عالم ها از بین میروند، با مرگ عالم ها دارن از بین میروند
ولیکن کسانی که علم ندارند، مردمی که جاهلند، به علم چسبایش ندارند. حالا در عالم امروزه هم زیاد دیده می شود خیلی از علمای اهل اسلام روزانه از دنیا می گذرند، اما متاسفانه کم است نفرانی که جایگزین این علما باشند. پس در هر یک شهری که اگر علم از بین رفته شود، اگر علم از بین برود، حتما بر اون شهر خاره خواهد آمد، زیرا که انسان‌هایی که علم دارند و علم را به خاطر خداوند می‌خوانند برای هر شهر هر جای هم برکت می‌آورند، هم مردم را از راه حرام و از راه دزدی و بدی باز می‌دارند. بلکه علما یک لشکری هستند که مردم را از راه جنایت کردن، از راه بدی باز می‌دارند. به این خاطر این نقطه اساسی را حضرت ابودرداء در اون زمان اشاره کرد که حالا در زمان ما باز هم زیادتر ما نیاز به این داریم که طالب علمان باشند که این دین خدا را بیاموزند و برای دیگران بیاموزانند. و ببینیم که چنین یک اشاره عجیبی میکنند حضرت ابودرداء که چرا علمای شما از بین میروند با مرگ، ولیکن نفرانی که علم ندارند، جاهلان، چرا علم نمیآموزند؟ و اشاره دیومی که حضرت ابودرداء میکنند میگوید که و اراکم قد اقبلتم على ما تکفل لكم به الله عز وجل و ترکتم ما امرتم به. و این چنین میفرماید که من میبینم شما را که زیاد هم به دنیا دلبسته شده اید و اون چه که امری که خداوند برای بالای شما، پیامبر بر بالای شما گذاشته است، بر اون کم توجهی میکنید. و سخن دیگری که بسیار هم سخن جالب است، نصیحتی که از حضرت ابودرداء هم برای مردم دمشق و هم برای عالم اسلام است که فرمودند ما لی اراکم تجمعون ما لا تأکلون و تبنون ما لا تسکنون. چی شده که من شما را میبینم جمع میکنید مالهایی را که خود او را خورده نمیتوانید و این چنین بیناهایی را میسازید که در آن شما سکونت نمیکنید. و حتی جایهای هست و ما همگی خبر داریم که بعضی از نفران چنان در دنیا داده شدگی هستند که یک خانه ای را 10 سال و 15 سال تا 20 سال خانه ها و قصرهای را میسازند که چند نفری هست که حتی یک بار هم داخل این قصرها نشده از دنیا گذشتند. تا این درجه نباید مسلمان وقت خود را ضایع کند و حالا که عملهای مهمی که و اولاتری که هست باید به اون بپردازد. و اگر تجارت از راه حلال است، انسان میتواند از اون مال خود استفاده کند، به دیگران دستگیری کند. اما این که تجارتی که انسان را از راه خداوند، از نماز، از عبادت دور میسازد، حتما که باید از اون تجارت دست کشید. اولا باید ما رضایت خداوند رو در بیابیم و در برابر وی باید تجارت خودم داشته باشیم. جمله های دیگر، نصیحت های دیگری که حضرت ابودرداء برای اهل دمشق میکند بسیار هم جمله های زیباست که میفرماید و تؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الاقوام التي قبلكم واملت فما هو الا قلیل حتى اصبح جمعهم بورا. و مثال دیگری رو که حضرت ابودرداء برای اهل دمشق میآموزد از حیات قوم عاد است که پیامبر اونها حضرت هود بودند و چین زیاد مال و فرزند گذاشتند، اما از این که به پیامبر حضرت هود ایمان نآورده بودند، از اونها نه مالشان باقی ماند نه یگان عمل نیکی که از اونها باقی ماند. به این خاطر اگر مالی که انسان را از راه خدا و پیامبر دور بسازد، بلکه اون مصیبت است، نه اینکه اون مال حسابیده می شود. یک نصیحت دیگری که حضرت ابودرداء برای مردم دمشق کردند، در بازارها می گشتند، هر نفر که سوال میکرد سوالهای اونها را جواب میدادند و برای مردم نصیحت میکردند. روزی دیدن که یک نفری را جمع از مردم لطوکوب میکنند و از سبب لطوکوب کردن اون پرسان شدند. این مردم گفتند که این نفر به یک گناه کبیره، یک گناه بزرگ از او سر زده است و اون خاطر او را ما لطوکوب میکنیم. حضرت ابودرداء جمله زیبا گفتند که او را ترک کنید، بلکه جای آن که او را لطوکوب میکنید او را نصیحت کنید. از حضرت ابودرداء پرسان شدند که آیا تو هم دوست می‌داری این عملی که این انجام داد؟ حضرت ابودرداء گفتند که من عمل او را دوست نمی‌دارم، عملی بدی که اون کرد دوست نمی‌دارم، اما خود انسان عزیز است. اگر همین روز که این نفر از این توبه کنند از این گناه خود، حتما که او برادر من حسابیده می‌شود. و این نصیحت خالصانه حضرت ابودرداء بود که در همون جا این نفر گناهکار به سوی خداوند توبه کرد
به عبادت و به نماز شروع کرد. و دعوت دیگری را که از حضرت ابودردا می توانیم شنید، روز حضرت عمر از مردم دمشق دیدار کرد. وقت آمد که خانه ابودردا شب بود و میخواست داخل شود، نگریست که در خانه حضرت ابودردا باز است و داخل شد. از چنان تاریک بودن که یکدیگر را خوب نمیدیدند. حتی فرش حضرت ابودردا را نگریست که همه از چیزهای عادی اند، یگان چیزهای از فرش و از این چیزهای دنیای بلند نیستند. پس حضرت عمر برای پرسان شد که اینقدر مال برای شما فرستادم، اونا چی کردید؟ حضرت ابودردا اونا برای دیگران، برای فقرا تقسیم کردن، برای خود قبول نکردن و گفتند که روز قیامت انشاءالله امید داریم که خداوند برای ما از جنت جاودانش نصیب کرده باشد. دوستان گرامی قدر، این یک قصه کوتاه از حیات این صحابه جلیل حضرت ابودردا که هر یک کلمه این یک درس هست و حیات اینها برای ما یک درس بزرگ هست که هر چند که ما از حیات صحابه گرام می آموزیم در این روزهایی که قرار داریم، دیده می شود که ما نیازمندتریم که زیادتر دانسته باشیم، زیرا که امروز صدق در بین امت خیلی کم شده، غیبت هم زیاد است و در امانت خیانت دیده می شود و در وعده ها وفا دیده نمی شود. همه اینها از این است که ما از حیات صحابه های گرامی دور هستیم، بلکه این صحابه را وقتا حیات اینها را می آموزیم همه پر از صدق و صداقت و در وعده خود وفا کننده بودند. خداوند هر یکی من و شما را از گوشه از ایمان صحابه نصیب کرده باشد و به اخلاقی که اونها زندگی کردند خداوند ما را هم نصیب کند که به اخلاق صحابه گرام زندگی را انتخاب کنیم. یکایک شما را به الله منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.